سلام خوشگلای من، بریم لباس کلوش بدوزیم. پنس سرشونه رو به عصای منتقل، بازی یقه 7 رو علامت و اصلاح کنید. پنس زیر سینه رو به این روش ماهیچه‌ای کنید. برای الگوی پشت پنس حلقه آستین رو به سرشونه انتقال و فضای باز رو از حلقه آستین کم کنید. برای آستین در قسمت جلو از نقطه اول 1 سانت پایین و از نقطه سوم 1 سانت بالا برید. برای پشت آستین از تمام نقاط 1 سانت بالا برید و کاپ آستین رو طراحی کنید. آستین رو به 3 بخش تقسیم و هر بخش رو 10 سانت عوضمان بدید. پارچه رو دولا و از این نقطه 1/3 دور کمر رو خارج و 1 نیم دایره رسم کنید. از این نیم دایره قد دامن رو پایین بیاید. دامن رو به 2 بخش تقسیم و 5 سانت بالا برید. در قسمت ترکی دامن 5 سانت داخل و به بالا صفر کنید. اینم از نتیجه کار.